از همه شما خواهش میکنم که همتان در خانه ها نوار معراج داره. در جمعه هایی که سالهای پیش ما صحبت داشتیم، اگر نداشته باشه در سایت اینترنتی ما درای خصوصا موضوع معراج گیره گوش کنه تا اینکه عقیده شما در باب معراج مستحکم شود. و بازم میگم امروز دشمنای اسلام بسیار حرکت دارن شما را و فرزندای شما را از اسلام جدا کنن، از پیغمبرتان جدا کنن، از قرآن جدا کنن. الان اگر یگان توی رقص و بازی میشد در اینجا میکروفون ممکن بود تا ساعت 3 شب میزدن، کسی کار نداشت. اما به خاطر قرآن و حدیث رسول اکرم اجازت نیست رادیو مونن. این است دموکراتیا، این است آزادی. اینشان برن خبر به پرزیدنت رسانه کن. بنابر عزیزان من گوش اندازه معراج تماشا کنیم. برای آن تاکید میگیم این مسئله عقیده است. شاید یک کس شما را درباره معراج میپرسه از روی نادانی تا میگه دروغ است، والله میشه کافر، میشه زناتان طلاق، میشه از ایمان جدا. خداوند عذر قبول نمیکنه. شما فردا در پیشگاه خدا نمیتونه گویا که من نفهمیدم و ندانستم. اینو خدا قبول نمیکند از ما. هر مسلمان وظیفه داره جستجو کنه یا به احکام دینش از خود کنه. بنابر سایت ما در الحمدلله در باب معراج من چند سال پای در پای صحبت مفصل دارم. ایشان مولا محمود جان داره. همون یک بار بچه ها تانقیدی گوش کنه. والله من غمی مسلمانی تا نمیخورم و الا همه شما هم که دوزخ روه به خدا زیان نمیرسه. خدا به حضرت موسی گفت که ای موسی این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. ای موسی اگر با تمامی بنی اسرائیل تو کافر شویم به من زیان نمیرسه. ما هم امت محمدی همه ما هم کافر شویم به خدا زیان نمیرسه. لیکن باید ما بیدار شویم. ما باید دین ما نشناسیم، عقیده ما ندانیم که پگه آتش دوزخ ما طاقت نداریم. والله این کامل بگزاده ها ناتوگری بگوین. زنده شدن هست، جواب دادن هست. او خدای حکیمه که این عالم با این عظمت آفرید، خیال میکنه که کامل زنده نمیکنه. خیال میکنه که اینا رو بازیچه آفرید. یک حکومت ضعیف و ناتوان یگان چیز بهوده نمی آفرو، یا سیمنزوات بهوده نمی آفره. خدا این موجودات و این بشریت به هیچ آفرید. از اینها یگان غرض نداره. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بنابر معراج گوش کنه. سعدی بزرگوار خدا رحمت کنه در بستانشا می فرمایند شب برنشست از فلک در گذشت. تمام کلاسیک های ما چه سعدی و چه جامی و چه احمد دانش و چه رودکی و فردوسی همش معراج رسول اکرم بیان کردگی هستند در آثاراشان. ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک. خدا به انسانهای متکبر و مغرور و کافر خطاب میکنه. ای انسان مغرور، چطور فریب داد که از خدای خود دور شدی ایستادی؟ همون خدایی که تو را از 2 قطره آب نقاشی کرد و صورت کشید کرد و زیبا کرد و تو به دنیا آورد. اگر میخواست صورت سگ میکرد. اگر میخواست مثل اون کودک که دیده در ارژانتین تولد شد در گزیده ها برآمدن 1 تن 2 سرود میکرد. از دست تو چی میآمد؟ صورت زیبا داد، قاش و چشم سیاه داد. فی ای صورت ما شاء رکبک. چو این خدا رو با نمیشناس، چو با این خدای خود جنگ اعلان کردی. خدا قرآن رو گفتی صدا اینا. وقتی که به دنیا آمد باید اول نام همون خدا را شنوه. الله اکبر. گفتی سعدی بزرگوار
دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است در آب صورتگری. یا الله، آب در نقاشی کاری هر کس نیست، الله هست، الله هست، خدا هست که 2 قطره آب در رحم خردکه که مادر، در اون جایی که نه چراغ است و نه پروژکتور، در اون جایی که نه پرده سفید است و نه کاغذ سفید، نه روشکه است و نه قلم، نه پلمستر، صورت کشش میکنه. چشم در جای خودش، قاش در جای خودش، گوش در جای خودش، دهان در جای خودش. یا الله، یک تش ناطقی نمیبیا. رسام ها برای یه رسم کشیدن 10 بار ورقش میدرانه میپرتا، باید تشخیص رو میبرو. یا الله، دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب صورتگری. بنابر باید نام این خدا را شنوه. الله اکبر. فایده از آن عزیزان من این است که پیغمبر خدا میگویند کودک نوزاد وقتی که تولد شد در گوشش از آن گویم، از ضرر جنها امین میمونه. امروز کسلی های روحی ببینید سر تا سر قریب جمهوری ما فرا گرفته است. هر روز 1-2 دیوانه مسجد ما میبیا. برای خاطر چیست؟ برای خاطر همین که اذان از خانه های مسلمان ها گم شد. اذان در گوش نوزادهای و در تولد خانه تولد میشد، اول کلمه که بشنو یابتوای متعذبان خواهرای شفقت. اذان نیست. با میشه کسلی چی روحی، با میشه کسلی دیوانه، با میشه کسلی جنوره، با میشه کسلی پریپاتکا. این است. من که امروز ای مسیطا هم اذانامونو من کردیان. پگه صاحب اذان پیش ده چی میگویه من کننده؟ خدا پگه اینا رو میپرسه که چو صدای منه الله اکبر من کردی، چی میگویم؟ من نمیدانم اینا چی میگفت باشن. در پیش یک حاکمایی که مثل خوشان یک انسانی ضعیفن، جواب دادن دهنشان پیش نمیره. در پیشگاه خالق آسمان و زمین چی میگفت باشن؟ من نمیفهمم. هر پدر و مادره که بچهش قرآن خوان میکنه، دخترش قرآن خوان میکنه، خداوند روز قیامت بر سر او تاج میگذاره که از دردانه های او نور آفتاب خیره میشه. اون تاجایی که در سر پادشاهی الیزابت بریتانیا میبینه، ملکه بریتانیا، او تاج چه قیمت داره؟ رسول اکرم ده یک خردترین سنگچه او تاج آفتاب نورش خیره میکنه. این برای پدر و مادره که بچه قرآن خوان. البته قرآن خوان کردن بچه ها قومای عزیز برای خاطر ملا شدن نیست. ملا شوی کاری آسان نیست. ملا شدن خیلی زحمت میکشه. خوشا به حال پدر و مادره که فرزنداش اهل علم شوند. لیکن شما قرآن خوان کنه به خاطر مسلمان شدن، قرآن خوان کنه به خاطر خدمت خودتان کردن. فرزند قرآن خوان پدر و مادرش حقارت نمیکنه. فرزند قرآن خوان پدر و مادرش نمیرنجانه. فرزند قرآن خوان پیش پدر و مادر راستا میخیزه. فرزند قرآن خوان پدر و مادر که بیمار شد برده در به صاحب خانه نمیپرده، بالاش میشینه بیمار بینیش میکنه. من یا ملا ابوبکر میدانم، بچی اما که اب نظر من دادا آچش چون گل تربیه کردن، نگذاشن در پاشان خار زنن، نگذاشن در بدنشان چنگ شینه تا مردنشانه. مثل خدمتگار در قوتشان راستا بودن. اگر دیگه بچه میبرد در به صاحب خانه به پرچه میرفت ایران خواندنی. برای خاطر پدر و مادرش هیچ جا نرفت دعاش گرفت. این از ثمره قرآن. والله اگر ما از قرآن جدا شویم نمیدانم آینده ما و شما چه. خوب معلوم است آینده ما چی بشه. آینده غرب. ببینید به صاحب خانه زیاد ساختیان، همونجا است جای من و شما دیگر. بنابراین بچه هاتان قرآن خوان کنید.